بله. نمیگه سوشلی نمیگه همینجوری با همین لباس ما خوابیدم. معلوم میشه خیلی خسته. ببین شما ماشین اصلاح دارین؟ دارم. ببین یه ماشین اصلاحی برام ردیف می‌کنیم. خب باشه ولی چه بیشتر بسم؟ من نمیدونم ایست. آخرش سرپز. تو جیبم بودن شاید دیشب من خوابیدم. تو این عماره چرا؟ خصوص بیا توی
بذار دست صورتمون بشورم. زینب خانم کجاست؟ داخلی. چه خبر؟ الان در خونه نه همه چیز در اختیار خودت هر چیزی سالی می‌کنی. زینب خانم خوبی؟ الان من رو آقا رو لب چه خوبی؟ آقا رو بیاید تو. از این تا چه خوبی؟ مثل تو یا خود چه خواهی بسی؟ چه کاری رو بکنی؟ مردی. میخونم. آره از اینکه خواهش دارم به چه خواهی؟ ما حوصله ندارم. ها این تا بعد زحمت شد تو برای آقای یا پیرزنی نه داره بیای مثل صاحب توی میکنیشو. بابا چه خبرتونه شما؟ خواهر خیلی چند وقت توی را آقا یعنی این آقایی که اومد تنبو و ایتن آدرسدار و خانم و چیرش ناسا یعنی دروبی؟ دروب. ببین من الان نمیشناسم خانم وکیل رو، ولی آرولا مگه میشناسم خانم و چیز گناه داره الان او بچت الان تو دویت تو حسین یای گو بابا میخوام آریانا یای گو تو میشناسم ممنون دست در نکنم. الانم ببین من قول میدم به شما که ایجاد مزاحمت ایجاد نکنم. شما چه مشکلی با من دارید؟ آقا ماشین خواهش منم میخوام اصلا مثل برادرت اینجا زندگی کنم پیش شما. آقا خواهش دارم میخوام نگم نکنی نه طریق کار کنی من الان یه چند وقت چی می شوهرم رفتم من یه شرچه حالا نوبت داری بچه‌ش بخاطر چه مشکلات زیاد خرج زیاد آوردی زینب مشکل می‌بینی چی خواه خرجش می‌کنی؟ این اخلاق داره. من همیشه بخوام من همیشه دارم بخاطر خرج چی خواه خرج بدی؟ ای آقا کار چی می‌کنی چی خرجش خبر خرج بیمارستان شب کنی زینب به فکر فکرم تو آقا رو نبر این پیرزنه من آمشون می‌کنم همین سکه این پیرزنه ما مشکلی باید سنه مشکل من خرج زیاده خرج چی خرجی میخوام من بخاطر خرجی پیش بیام من دوست دارم خاطر همیشه پیش بزن بود ولی وقتی خرجاشو مجبور بودم کاجری کنی یا قانونا الان سال خرجی باش بیمارستان همیشه ساچی بود چی ساچ بود خود ساز داد ببین من قول بهم میدم نگاه کن. منم قول میدم دور یا زود تکلیف من مشخص میشه. آقا چه این چند وقته یه چند ماه حالا سکوت چند ماهی من رفتم اصلا نبودم. ببین چند ماهی من رفتم نبودم. الان من مطمئنم میرم. آقا اولا وقتی که تو بره کار کنی یا پیلتر چیز دبر یا هر چی مقام چی مریض بوی داخل بیمارستان یه چیای بینن آدرس رو خونه بریدیش الان دیگه فرق میکنه. چه فرقی داره؟ من یه دوست رفیقایی دارم. هیچ فرقی نداره. بعد غیر از تو از اون دوباره یه دونه اون سراغ ببین من یه دوست رفیقایی دارم دارم اونجا یه رازداری کنم. شما اینجا رابط ندادی مجبورم برگردم اونجا. آقا خواهش من شما نگران من نباشید. من میرم. من مطمئنم این دردسر عقل شما کم میکنم و برای همیشه از اینجا میرم. آقا چه کرد؟ بخواستم ما همین نمیخوام دیگه بیشتر از این هم شما رو اذیت کنم هم من دیگه بذار یه جورابای منو بپوشم. من میخوام برای یه جای بیرون یه هوایی بخورم. یه سکوی آقا رو نشه بینید جای نهار برن کارا نمیتونی کنی غیر خرسش بیاد جربن من
خندانه یا بیکار بدبخت کنم آقا پشت ما که بچش آقا بچه نداره اصلا فکر چی هیچی هیچی نداره بدن مو تو چند ساخته بود؟ تو از خواه خرسش نگاری تویی؟ زن ساخته بود کاری که دیگه ما رو چی دارم ساخته ساختمون ما چی؟ این آقای پرفور زن دارم آقا بگوشون بگم آقا رو لایه خبره کنم ببین من میخوام برم بیرون یه حال هوایی هم من جایی برو نیستم من جایی ندارم که برم مطمئن با برمیگردم دوباره میامم اینجا آقا خبره این سیچه خواهد شد برامون هر جا خبره برم ببین من خودم هم دارم تلاش میکنم دارم رایزنی میکنم حالا که تجربی شده 100% من تکلیفم مشخص میشه یه کاری انجام میدم به هر حال یه جایی میرم ولی پیرزن کی آوردین اینجا پیرزن این پیرزن هم یه را بردید مادر بزرگشه آقا رو داره مادر بزرگی درست بعد این آمویت میتیش نوشتن این خانمش میگو میگم این حسن جمعه سگی بیا بیم الان زینب درمون اگه توی مادر بزرگ شده با گوش میخونه سالمندا نه حالا ببینم خودم چیکار میکنم حالا دیدی آقا ما شرایط برداشت خودم بهتر شد شما هم نگران نباش آقا شما هم تو شاید بهتر. بهتری شد از وقتی چی بگو شاید بده های بدتر میشه ببین چرا ببینم با های بدتر میگوی های یه لحظه تا چرا هم آرودا معذرت کنم به شما قول میدم ببین من به شما قول میدم من شرایطم تا یکی تا چند روز آینده مشخص میشه الان دیگه نمیخوام که دعوای شما رو بشنوید تکلیف رو مشخص میکنم من یه برنامه‌ای دارم اگه اون برنامه‌ام ردیف شد دیگه هیچ موقع زمان شما نمیشم دیگه هی برای یه کاری میکنم آقا شاید دارم یه کاری کنیم من خیلی گرمه باشه نگران نباش الان من میخوام برم بیرون من میخوام برم بیرون یه هوایی بخورم میشه که تنها بذارید خدا از این راه ببین آقای امپراتور من میدونم البته درکشون میکنم اونا هم شرایطشون مناسب نی اونا هم دغدغه‌های خودشونو دارن منم نمیدونم از یه طرف دارم از هر چی میبینم داره سرگفتم میزنه که افسانه خانم میزنه اینجوری بود و خانم اینجوری خیلی خانم محترمی بود چی ولی من حضور ذهن ندارم نمیدونم چرا اصلا بیاد نمیارم همچون خانمیو همه دارن سرکوب بهم میزنن همه جا هم با قولن چی میگن دنبالش گشتم که پیداش نکردم چند ماهی هم اصلا کلا رفته بودم بیرون برای همیشه یعنی از این منطقه رفته بودم از این شهر دیار ولی امیدوارم که انشالله بتونم شرایط ما جوری تغییر بدم من مطمئنم که دیگه مزاحم اینا هم نشم شما هم بهشون چیزی نگو باش آقا آره فقط من الان گفتم میرم یه بیرون یه هوایی بخورم باش مواظب خود بوزی برگرد من زود برمیگردم من جایی ندارم چی نخواهی کنی؟ یه مشتی نخواهی کنی؟ چی نخواهی کنی؟ برادر میخوام بگوری هر لحظه اشنهارداری گاری ساکته بوی رو هر من سالمندان یا بیمارستانه ساکته بوی هر مریضی با هر سالمندان مدینه زنی یا بیماره به تصرف داره فضول چی؟ اونه خمی میخوام چی ندارم؟ به تصرف داره این خبره یالا برادر لباس دارم سوری لباس سوری سمدنی آری این پیرزن بخواد میروش آخر شر بوسی ساکته بوی سمدنی آری ایگه چیو زن میخده چون مدینه الان خونه از دیروز آرولا من این خیشه خدی برم آقا رولا چه کاره چی بیایی؟ رولا سیزی هایی؟ من کاری رولا سیزی تا کار سکن تایتر کار کنه این رای زای کار کنه وی بی حواسش خواهد بود که پیل شرشیسونه زمان که پیل شرشیسونه ایران بیمارستان یک چه بینه آدرس خونه سلام بنهدش درد کن زینم حوصله تنیه چی حاسیت آدرس خونه بنهدش هوا مثلا الان من اینو بهش بیایی چون آدرس خونه بنهدش زینم سمدن نخواهش سرچه بره پایلو این خانم بدن این خانم چیو چیدی میلوشی آدم
میرم ما رپا نه تگونی رپا ما همیشه نمونتظر باید برم بشین بسیجه باید برم میخوام بشین خاله برات من نگفتی خون من نگفتی تا شما ولی چجوری چه نمونی تو خرز پیرزنم بدم نیدارم تو گویدش خود تو